سلام. امروز میخوام راجع به محصولی صحبت کنم که علاوه بر سلامتی و مراقبت زیبایی رو هم در پی داره. سرم ترمیم و تقویت ناخن تراست. سرمی 3در1 که با داشتن مواد آبرسان، ویتامین‌های مؤثر و ترکیبات مورد نیاز ناخن، استحکام و رشد ناخن رو افزایش میده و به ترمیم آسیب‌های کوتیکول کمک میکنه. و از شکنندگی و پوسته شدن ناخن یا اصطلاحاً پلیسه شدن ناخن جلوگیری میکنه. ترکیبات ضد قارچ موجود در محصول ضمن بهبود عفونت‌های قارچی ایجاد شده در ناخن، التهاب و قرمزی بافت اطراف ناخن رو کاهش میده و با حفظ سلامت ناخن‌ها زیبایی اونها رو دوچندان میکنه. در این سرم چه مواد مؤثره‌ای به کار رفته؟ نئونیکا، پروتئین هیدرولیز شده کراتین، بیوتین و کلینبازول. نئونیکا ترکیبی فعال حاوی عصاره دانه کرفسه که استحکام ناخن‌ها را افزایش میده. با داشتن آنتی اکسیدان‌های قوی، سلول‌های ناخن رو از آسیب‌های محیطی مراقبت کرده و از پوسته شدن ناخن‌ها جلوگیری میکنه. پروتئین هیدرولیز شده کراتین که با تغذیه و خونرسانی به سلول‌های تقسیم شونده ناخن رشد و تکثیر سلول‌ها رو افزایش میده و موجب رشد و ترمیم ناخن میشه. پروتئین کراتین مهمترین ترکیب تشکیل دهنده صفحه ناخن و مسئول استحکام بخشیدن به اونه. بیوتین یک ویتامین ضروری برای سلامت ناخن هست. این ویتامین به ساخت کراتین موجود در ناخن کمک کرده و با افزایش سفتی و استحکام ناخن‌ها از شکستن اونها جلوگیری میکنه. سرعت رشد ناخن رو افزایش داده و همزمان به افزایش ضخامت ناخن‌ها کمک میکنه. کلینبازول به عنوان یک ماده مؤثره ضد قارچ با مهار تکثیر سلول‌های قارچی و از بین بردن عملکرد طبیعی قارچ‌ها به ترمیم بافت ناخن و درمان هر گونه التهاب و قرمزی ناشی از کاشت و زیباسازی ناخن کمک میکنه. روش مصرف سرم ترمیم و تقویت ناخن تراس به چه صورته؟ استفاده از این محصول بسیار راحت و آسونه. در پوش محصول رو باز کرده با چند بار کلیک کردن بر انتهای محصول در نخستین استفاده از اون برس اون مرطوب میشه. روزانه به مقدار کافی سرم رو بر روی کل ناخن و کنارهای اون استفاده کنید. چنانچه بر روی ناخن لاک یا کاشت ناخن قرار داره، صرفاً بر روی ریشه و کنارهای ناخن استفاده بشه و جهت اثر بخشی بهتر زیر ناخن رو کاملاً تمیز کرده و به سرم آغشته کنید. در صورت خشک شدن برس مجدداً انتهای محصول رو کلیک کنید و بر روی ناخن‌های دیگه استفاده کنید. نکته: مکمل این سرم کرم ترمیم کننده ناخن تراسته. 10 تا 15 دقیقه بعد از استفاده از این سرم میتونید از کرم ناخن استفاده کنید. این سرم هیچ گونه محدودیت مصرف و تداخل با محصولات دیگه تراست نداره. از سن 10 سالگی به بالا قابل استفاده است و به دلیل نداشتن الکل هیچ گونه آسیبی به لاک یا کاشت ناخن نمیزنه. Perfect nails in one click. Love your skin.